این دکمه رو میزنی یا نه؟ برو بریم. سلامتی کامل جسمی داشته باشی ولی وقتی که میمیری کل دنیا تو رو فراموش میکنن و کسی یادی ازت نمیکنه. سلامتی خیلی مهمه به نظر من، تاپ رنک چیزایی که انسان باید دنبالش باشه و در کل در نهایت همه انسان‌ها میمیرن. یه فکته، مگر که حالا تکنولوژی بیاد که نمیرن و اینا، از شانس گند ما. آره خلاصه که چون در نهایت آدم فراموش میشه، اگه وقتی که حد سلامت جسمی خفن داشته باشه به نظر من ارزش داره میزنم. 1 میلیارد دلار بهم بدن ولی برای همیشه نامرئی بشم. نامرئی که دوست دارم، حالا برای همیشه رو نمیدونم ولی نامرئی بشی میتونی بری. میدونم داری به کی فکر میکنی، به سیدنی سوینی فکر کردی، درست گفتم. نامرئی حال میده، همه جا میتونی بری ولی خب کسی تو رو نمیبینه در نهایت، حتی سیدنی سوینی تو رو نمیبینه. همیشه نامرئی هم حوصله سربره ولی اوکی ام من، چون با اون 1 میلیارد دلار خودم حالا تنهایی اشغالامو میکنم، نامرئی هم هستم، از اون طریق هم یه سری اشغال میکنم، خوبه. آره میزنم. فقر و گرسنگی جهانی رو از بین ببری ولی سالی یک کشور سقوط کنه. سقوط یعنی نابود بشه، همه بمیرن. خب چه فایده داره که بالاخره بعد چند سال همه میمیرن؟ نه حاجی نیستمش. هر قدرت ماورایی که بخوای میگیری ولی دیگه هیچ وقت نمیخوابی. نیاز نباشه بخوابم، من اوکی ام با اینکه نیاز نباشه بخوابم، ولی اینکه خستگی بکشم نه. آره اگه نیاز نباشه بخوابم خودش هم یه قدرت دیگه. قدرت رو میگیرم، نمیخوابم. هر ابیلیتی که بخوام، حتی نامرئی شدنم میتونم بگیرم و برم اونجایی که خودت میدونی با اون ذهن کثیفت. اگه ذهنت مثل من کثیفه ویدیو رو لایک کن دوست من. آره داداش بده بریم، قدرت ها رو بده که میخوام برم اونجایی که تو میدونی. با هم بریم قدرت رو بگیر بریم. صلح جهانی میاری ولی تکنولوژی برمیگرده به 1000 سال پیش. صلح جهانی یعنی همه با هم اوکی باشن تا ابد. اگه اینجوری هستمش. تکنولوژی رو کلا دوست ندارم آجی، یعنی من حس میکنم تکنولوژی آدما رو اصلا دور کرده. تکنولوژی نبود الان من شما رو یه جا جمع کرده بودم برای خودتون، فکت و اینا رو میگفتم، یعنی میدیدیم همدیگه رو از نزدیک ها. صلح جهانی خیلی خفنه، ارزش رو داره. نظر تو چیه؟ توی کامنت ها بگو.